هیچ وقت شده به این فکر کنی چرا بعضی از آدما بدون اینکه بخوان زور بگن، بدون اینکه صداشون رو بالا ببرن، میتونن یه کاری بکنن که دقیقاً همون تصمیمی رو بگیری که اونا میخوان؟ چرا بعضیا فقط با چند تا جمله ساده ذهن آدما رو میچرخونن سمت چیزی که خودشون میخوان؟ تا انتهای این ویدیو با من باش تا چیزای جالبی راجع به این موضوع بهت بگم. این موضوع اصلاً تصادفی نیست. اینا نتیجه تکنیک هاییه که اگه تو هم بلدش باشی میتونی جریان فکر و احساس آدم ها رو طوری هدایت بکنی که خودشون ادامه مسیری که تو ساختی رو برن. امروز 3 تا از قوی ترین تکنیک های روانی رو بهت میگم که بالاترین بازیکن های ذهن از اون 3 تا استفاده میکنن. تکنیک اول اثر قاب بندی. آدم ها حقیقت رو نمیبینن. قاب بندی تو رو میبینن. یعنی همون حرف رو تو میتونی جوری بگی که طرف احساس خطر کنه یا جوری بگی که احساس قدرت کنه. تو نمیگی این کار سخته. میگی این کار یه فرصت جدیده که آدم‌های معمولی رو تبدیل به حرفه‌ای میکنه. اینجا نه واقعیت بلکه زاویه نگاه رو تغییر دادی و هر کی زاویه نگاه رو کنترل کنه رفتار رو هم کنترل میکنه. تکنیک دوم پیشنهاد کاشته شده. یه پیشنهاد مستقیم معمولاً با مقاومت روبرو میشه. اما وقتی اول هویت طرف رو تقویت میکنی و بعد خواستت رو میگی، ناخودآگاه خودش وارد بازی تو میشه. دقیقاً مثل این جمله: تو آدمی هستی که همیشه منطقی تصمیم میگیری. حالا من یه پیشنهادی برات دارم. با گفتن این جمله ذهنش برای حفظ تصویری که تو از اون داری سمت پیشنهادت حرکت میکنه. این یعنی کنترل بدون زور. تکنیک سوم قانون کمیابیه. هر چیزی که کمیاب بشه ارزشش میره بالا. حتی زمانت، توجهت و انرژیت. وقتی همیشه در دسترس باشی حرفات هم معمولی شنیده میشه. اما وقتی انتخابی باشی هر کلمت تبدیل میشه به اهمیت. همین باعث میشه آدم ها دنبال تو بیان، نه اینکه تو دنبال اونها بری. این 3 تا تکنیک اگر درست استفاده بشه قدرت تو رو تو ارتباطات چند برابر میکنه. ذهنها رو بشناس تا دنیا با فرمان تو حرکت کنه. اگه این تکنیک ها رو دوست داشتی و میخوای نسخه های عمیق ترش رو یاد بگیری، لطفاً همین حالا کانال رو سابسکرایب کن. قدرت فقط 1 قدم با تو فاصله داره.